روی چی خوجسته با محفل های یعنی با مراسم های توی دامادی نمی رود یا اینکه با محفل ها نمی رود؟ برای چی نمی رفته باشد؟ سوال عجیب. فکر من این است که هر یک هنرمند باید در تالارهای کلان کنسرتی برای بینندگان برآمد کنند. محفل و توی و بزم ها این بد نیستند، خرسندی همه وقت خوب است، ولی برای من مناسب نیست. بله، من مناسب نمیدونید. بله، من خودم رو خوب حس نمیکنم. خیلی و اگر رود یگان مخلص اشدی شما که یعنی بسیار آرزو دارد میخواهد که در توی دامادیش و در توی عروسیش چرا نه شما باشید؟ چرا نمیشود که روم تبریک کنم، یک دو سرود سرایم، ولی زیاد دوستداری گشتگذاری توی محفل ها نیستم. خوب، انا همین گونه گفته که کمی هم باشد مخلص دارن. مخلص ها نیز عجیب هم بعضن هستن، مخلص هایی که شاید به حسب کس میرسن، شاید هستن چونی که با شما بهوده و بهوده تلفن میکنن چون خیلی هم خانومی زیبا هستید و شاید در سایت های اجتماعی برای شما هر گونه گپ ها می نویسن. همین گونه مخلص ها دارید؟ شما را دائم پیگیری میکنن از پس شما؟ بله هستن این گونه مخلص ها، لیکن من کوشش میکنم که هر یک مخلص خود را کوشش میکنم که خفه نکنم. شاید وقتایی می شود که وقت ندارم برای همین، بله جواب نمیدهم. اظهار محبت میکنند برای هر یک دختر گرد و اطراف هر یک زن، هر یک بانو اظهار محبت هست. بله من فکر میکنم نه تنها با من، با همه بانو میکنم. پس شما فکر نمیکنید که فرصت آن رسیده که به یکش جواب بگویید؟ فکر میکنم حالی همون آدم، همون شاهزاده که بله پیدا نشده است. بله همون وقتی که من حس کردم که اون انسان برای من است. شاید خب همون انسانی که یافتید برای شما است، اگر گوید که صحنه رو ترک بکن. من کسبم رو هیچ وقت ترک کردنی نیستم، برای که من پیوسته شیفته و شیدای هنری خود هستم و بسیار میخواستم که مرا درک کنن، بفهمن، برای که من چنان که گفتم میخوام در صنعت و فرهنگ ملت عزیز خودم نقش خود رو گذارم. بله خیلی خوب. و همون نفری که اگر دعوت میکند برای عشق یا ازدواج بگذار بداند که خوجسته همینگونه است، ولی همون شاهزاده که شما آرزویش میکنید چگونه باید مرد باشد، چگونه خصلت داشته باشد؟ یعنی مرد ایدئالی شما چگونه باید باشد؟ شاید برای من حتمی است که جدی باشد. یعنی اون ما نخندد. خندد زیادی بد نه. زیاد نخندد. بله خیلی خوب. خصلت ها زیادند. دروغگوی نباشد. این اصلا مهم. بله مهم است. دروغگوی نباشد، صمیمی باشد، سخاوتمند باشد. بعد دروغ کدام کس باشد؟ بله. بانکیر باشد. کدام کسبی باشد لیکن مهم ثروت داشته باشد. همین نه، مهم انسانی خوب باشد. دوستان عزیز، یک سرود دیگر میشنویم از خوجستای میرزاولی. باز هم یک سرود جذاب و جالبیت باز هم در پیش از صحبت ما یعنی ادامه دارد.